من خدا سلام. با قسمت 12 و احتمال آخرین قسمت ریل تایم پی سی آر در خدمتتونم. باز اگر شما احساس کردید نیاز یه قسمتی اضافه بشه بگین، من اضافهش میکنم تا در مورد مباحث دیگه هم صحبت کنیم. این قسمت میخوایم در مورد ترابل شوتینگ صحبت کنیم، یعنی اینکه اگر ما داریم ریل تایم انجام میدیم و به ناگاه واکنش ما خراب میشه، از ستاپ خارج میشه، یا اینکه نه از همون بیسش داریم انجام میدیم نتیجه نمیگیریم، ببینیم که به چه شکل میشه اون رو برطرف کرد. اول اینکه این رو بهتون بگم اینها یه سری سرنخ هست، یعنی یک سری روش هایی هست که پیشنهاد میشه شما انجام بدید. کار به کار، روش به روش شما باید ببینیم که واقعا مشکل شما کجا هست. روش کار PCR و ریل تایم PCR یک روشی هست که استپ داره، یعنی شما از اینکه بافتتون رو چطور تهیه میکنید یا سلاینتون رو چطور تهیه میکنید، مرحله بعدی استخراج RNA تون مناسب باشه، هم از نظر کاری آلودگی نداشته باشید، هم از نظر اون اودی که به دست میارید. اگر میبرید روی ژل بررسی میکنید، اون چیزی که بررسی میکنید RNA مناسبی باشه، DNA مناسبی باشه و مناسب باشه. بعد از اون کیت هایی که دارید استفاده میکنید برای سنتز cDNA باید راندمان مناسبی داشته باشه و نتیجه مناسبی بده. بعد در نهایت شما باید به شکل مناسب و موثر بیاین اون مستر میکستون رو تهیه کنید و الیکوت کنید توی میکروتیوب ها با تمپلیت خودشون. پرایمرها به درستی طراحی شده باشن، همه چیز عالی باشه تا زمانی که ما داریم ریل تایم انجام میدیم نتیجه مناسبی رو هم بتونیم بگیریم. یعنی همه چیز باید دقیق و درست باشه. پس اگر ما یک مشکلی توی یک مرحله دیدیم نمیتونیم فقط بگیم به این دلیله. این چیزایی که این رو آوردم توی کتاب هندبوکی بود که فکر کنم مال بایورد بود، من اونا رو آوردم. ولی میگم مثلا اینجوری نیست که من بهتون بگم که آقا اگر مثلا فلان اتفاق افتاد شما این کار بکنید حتما نتیجه میگیرید. نه. حالا من آخرش مثلا یه مثال خودم میزنم. بیشتر اینجوری هست که شما متناسب با کاری که دارید میکنید باید بررسی کنید و یک سری کنترل ها داشته باشید کنار کارتون که اونها کمک کنن به شما تا بتونید به شکل مؤثری بفهمید که مشکل کارتون چیه. حالا همین الان بذارید کنترل ها رو بگم. شما وقتی دارید کار انجام میدید همیشه یه دونه NTC کنار دستتون دارید دیگه، یعنی یک ویاله بدون نمونه. همه مستر میکس رو داره بدون نمونه است که میکرولیتر آب میزنید. برای چیه؟ برای اینه که تشخیص بده آلودگی داریم یا نه. برای اینه که تشخیص بده اگر مثلا ما مقدار تمپلیتمون کم بود آیا ما دایمر داریم یا نه. اینها مهمه. ما NTC رو پس باید داشته باشه و اگر NTC ما مثبت بشه، خود NTC مثبت شدن در فاصله 6 تا CT اگر باشه اونو ما قبول میکنیم به عنوان آلودگی و اون آلودگی رو باید برطرفش کنیم. آلودگی برطرف کردن یعنی اینکه من بیام چه کنم آبم رو کامل عوض کنم، پرایمرامو عوض کنم، تمپلیت هم مشکل نداشته باشه، خود دستگاه مشکل نداشته باشه. تک تک اینها باید بررسی بشه و همه چیز باید توی اون حالت استاندارد و عالی خودش باشه. شما اون میزی که دارید کار میکنین مخصوصا برای خود انجام ریل تایم حتما باید با وایتکس 1% پاکش کنید. باید 20 دقیقه یووی رو بزنید که یووی برای از بین بردن میکروب هاست، اون وایتکس برای از بین بردن اون در واقع نوکلئوتید هاست. شما اگر الکل فقط بزنید که الکل هیچ تأثیری رو نوکلئوتید ها نداره، توالیه‌های نوکلئوتید. و خب شما مطمئنا وقتی دارید یه جای کار میکنید اگر که به فرض کاربر یک مرکز تشخیصی نباشید که فقط خودتون اونجا کار کنید، اگر جای تحقیقاتی کار کنید به جز شما مطمئنا افراد مختلفی میان اونجا کار میکنن و هر فرد دستش متفاوت از فرد دیگه. پس هم به خودتون اعتماد نداشته باشید هم به بقیه و اونجایی که دارید کار میکنید رو کاملا استریل کنید برای تست مثل ریل تایم، چون به شدت تست حساسیه. توی اون کشیدن مقدارها بسیار دقت باید بشه، یعنی چشمتون باید عادت کنه به 10 میکرولیتر، به 3 میکرولیتر، به 1 میکرولیتر. مطمئن باشید که مثلا اینی که دارم میکشم به چه شکل هست، دقیقه یا نه.
اون تیپی که دارید انتخاب میکنید، سرسامپلری که دارید انتخاب میکنید سرسامپلری باشه که مطمئن باشید کالیبر خود سامپلرتون کالیبر باشه و این مقدار تغییر نکنه. این مقداری که مثلا 1 میکرولیتر امروز تا اینجاست فردا دقیقاً تا همون جایی باشه که امروز بوده. این خیلی مهمه. باز اینها رو همه رو باید رعایت کرد تا بعد مثلا وقتی من میگم مشکل دارم، ترابلم اینه، این مشکل دارم، بتونم بیام بگم خب من با این تکنیکا میتونم برطرفش کنم. ولی اگر مثلا یک جای کار ایراد داشته باشه، شک داشته باشیم، باید از اول کلش رو بررسی کنیم. خب حالا بریم چیزایی که اینجا نوشته شده رو بررسی کنیم. فرض کنید پرایمر دایمر داشته باشه، یعنی توی ملتتون شما مشاهده کنید که بسیاری از نمونه ها به دایمر تبدیل شده. چیزایی که باید بیایم بررسی کنیم چیه؟ اول اینکه پرایمری که طراحی کردم مثلا مناسب بوده یا نه. از اول برام ببینم آیا پرایمرم توی طراحیش به من گفته شده که دایمر میده یا نه. ببرم جاهای مختلف این رو اوالیویتش کنم تو نرم افزارهای مختلف. مثلا من 3 تا معرفی کردم، باز شما پرایمر تیری، اولیگو، اینها رو هم میتونین برید و داخلش رو بررسی کنید ببینید که آیا پرایمرتون طراحیش مناسب بوده یا نه. بعد از اینکه مطمئن شدید که اصلا مشکل از اون نیست یا اینکه نمیشه طراحیش رو تغییر داد، میایم سراغ اینکه دمای انیلینگ، زمان انیلینگ و اکستنشن رو ستاپ کنیم. یعنی مثلا ممکنه شما اگر تایم اکستنشنتون رو کم کنین یا تایم انیلینگتون رو کم کنین بتونین به نتیجه بهتری برسین. راهکار بعدی که هست اینه که شما بیاید مقدار پرایمرتون رو کم کنید. اول اینکه باز توی نرم افزار وقتی دارید بررسی میکنید متوجه میشید که اون بحث دایمری که دارید سلف دایمر یا کراس دایمر. اگر که مثلا سلف باشه یه تک پرایمر رو باید کم کنید و نتیجه میده. ولی ممکن هم هست که مثلا کراس دایمر باشه، دوتاش رو نیاز باشه کم کنید. یه وقتایی هم اینجوریه که کلا باید ستاپ کنید، یعنی کم و زیادش کنید ببینید که به چه شکل موثرتر هستش. به جز اون میتونید غلظت منیزیم رو تغییر بدید. البته این رو خدمتتون بگم که این بحث تغییر غلظت منیزیم مال زمانی بود که توی محصول تجاری شما منیزیم رو جدا داشتین. الان ستاپ شده توی تک تک مستر میکسایی که تهیه میشه منیزیم غلظت ثابتی داره، عموما 3 تا 5 هست و شما نمیتونید بیاید مثلا بگید من انقدر منیزیم به این اضافه میکنم کارم درست بشه یا انقدرش رو کم میکنم کارم درست بشه. این تقریبا الان دیگه کاربردی نیست مگر اینکه شما مستری داشته باشید که واقعا تک تک اجزاش رو بتونید خودتون تنظیم کنید. ولی ترجیحاً اینو کاریش نداشته باشین، همون روی غلظت پرایمرتون مانور بدید. این هم در مورد این. موضوع بعدی اینه که شما یه قطعه نان اسپسیفیک داشته باشین توی قسمت ملتتون. خب اگر که دایمر باشه و تشخیص بدین دایمره که اونجا میتونین بیاین تغییرش بدین. اما گاهی اوقات مثلا شما دارین واکنش رو انجام میدین، دفعه اول دوم واکنشتون عالی انجام میشه، اصلا نان اسپسیفیک ندارین، توی سری سوم که دارین میذارین، چهارم که دارین میذارین، یهو میبینین نان اسپسیفیک. این برمیگرده به چی؟ به اینکه ما داریم مستر میکسمون، پرایمرامون و پروبمون رو توی دمای منفی 20 ذخیره میکنیم ولی موقع استفاده میاریمشون توی دمای محیط. کلاً هر ماده نوکلئوتیدی این فریزتار شدن باعث شکسته شدنش میشه. سرعت فریزتار شدن رو شکسته شدن اثر داره، تعداد دفعات فریزتار شدن اثر داره. پس پیشنهاد اینه که شما بیاید الیکوت هایی رو تهیه کنید. روز اول که پرایمرتون رو آب میزنید و رقت سازی میکنید بیاید الیکوت هایی تهیه کنید در حجم های بسیار پایین که باعث نشه ما هر سری بیایم این پرایمرمون رو فریزتار کنیم و خود این فریزتار باعث آسیب به پرایمر بشه. از طرف دیگه مثلا بیشتر از 3 بار 4 بار یک الیکوت رو فریزتار نکنید دیگه، بار 4م بندازید دور. چرا؟ چون این پرایمرها خورد میشن و به نقاط غیر اختصاصی متصل میشن و باعث مشکل ساز شدن میشن توی کارشون. بیشتر از 6 ماه هم مثلا باز نباید از یه الیکوت استفاده کرد. مثلا تایمش رو نوشته شده توی کتاب‌های همین هندبوکه نوشته شده 6 ماه مثلا استفاده کنید. حالا من میگم مثلا به اونم کار نداشته باشین، شما یه ویال بردارید حد اکثر تا 5 بار اینو فریزتار کنید.
خیلی نباید فریستا بشه، چون هر بار فریستا داره به پرایمراتون آسیب میزنه و اونا رو خورد میکنه. باز مستر میکستون اولی که شما مستر میکس رو باید توی ناحیه باز کنید، یه جایی باز کنید که حتی امکان نور کم باشه. حالا خیلی میگن حساس نیست، ولی خب ترجیحاً جایی باشه که نور کم بهش تابش بشه. اگه میتونید فویل آلومینیومی اطرافش بپیچید، هرچی نور بیشتری بهش بخوره در واقع اون فلورسنت بیشتر غیر فعال‌تر میشه. باز میتونید اینو الیکوتش کنین به جایی که مثلا همشو توی همون ویال اصلی در نظر بگیرید و از همون استفاده کنید. و در کل اینم بهتون بگم قبل از اینکه کار کنین حتما اسپینش کنید. از اینکه بخواید در واقع پیپتینگ هم انجام بدید خیلی زیاد خود ظرف پرایمر، توی ظرف واکنشتون لازم هست برای ترکیب شدن پیپتینگ رو آروم انجام بدید، ولی تو خود ظرف پرایمرتون ترجیحاً این کار رو نکنید، چون غلظت اونجا بالاه و دارید قشنگ خوردشون میکنید پرایمر پروباتون رو. موضوع بعدی اینه که اگر افیشنسی ما بالا باشه به چه دلیل هست؟ یکی اینهیبیتورها هستن. این اینهیبیتورها اگر مثلا حضور داشته باشن باعث میشه که فواصل بین نمودارها زیاد بشه و این فاصله زیاد شدن روی M تاثیر میذاره. M هم فاکتوری هست که افیشنسی رو تعریف میکنه. پس مهم هست که ما بدونیم چه اینهیبیتورهایی داریم و اونها رو تغییر بدیم. حالا اینهیبیتورها چیا میتونن باشن؟ مثلا خود دی ان ایز گفتیم ممکنه اثر اینهیبیتوری داشته باشه. اون تخلیصی که دارید انجام میدین اگه تخلیص موثری نباشه، استخراج RNA تون منظورم، همون میتونه باعث بشه که شما مقدار مواد اینهیبیتور بالایی داشته باشین. فنول، کلروفورم، الکل، ترایزول، اینها اگر توی در واقع اودیخانی شما میبینین که پیک 260 به 230 تون خیلی مقدارش نامناسبه، مقدار مناسبش 1.8 تا 2 هست که 2 مهمترینشه و بهترین حالتشه. اما مثلا ممکنه شما دارین کار میکنین یهو 9 به دست میارید، 1.1، 1.5، اینها حالا 1.5 خوبه ولی مثلا نیم اصلا دیگه مناسب نیست برای این کار. یه وقتی شما هر کاری هم میکنین خوب نمیشه. خب حداقل ترین کار اینه که مقدار کمتری از دی ان ای تون رو وارد واکنش سنتز سی دی ان ای کنید، چون هرچی مثلا مقدار بیشتری دارید وارد میکنید در واقع مقدار بیشتری اینهیبیتور رو هم دارید وارد میکنید و غلظت اون رو هم بالاتر میبرید. این در مورد این. پس ترجیحاً یا بیاید استخراجتون رو تکرار کنید تا به یک غلظت مناسب برسید با اودی مناسب 260 به 230، یا اینکه cDNA که دارید تولید میکنید، سنتز میکنید با مقدار در واقع گرم کمتر، نانوگرم کمتر از نمونه‌تون باشه. اگر افیشنسی شما کمتر از 9 باشه، این برمیگرده به تعداد کپی نامبر اون توالی اصلیتون که گفته میشه میتونین بیاین و مقدار تمپلیتتون رو کاهش بدید، یا اینه که بیاید واکنش رو به طور کل اپتیمیزیشن کنید از اول، یعنی اینکه مقدار پرایمرها، دما، اینکه چه مدت زمانی تو انیلینگ باشه و اکستنشن باشه، اینها رو بیاید و اپتیمایزش کنید. خب این هم در مورد ترابل شوتینگ. گفتم یک موردی خودمون داشتیم، میخوام اون رو مثلا براتون توضیح بدم که ببینین مثلا نمیشه فقط بگیم که اگه برای ما این اتفاق افتاد ما این کارو بکنیم نتیجه میده. ما پرایمر دایمر داشتیم و عدم تشکیل الگو روی پرایمرهایی که ستاپ شده بودن، یعنی کاری بود که یک بار انجام شده بود، پرایمرها ستاپ شده بودن، تستا گذاشته شده بود، بسیار عالی نتیجه میداد. سری دوم دیگه نتیجه نداشت. چیکار کردیم؟ اول اومدیم در کنار نمونه هامون یک کنترل مثبت گذاشتیم، یعنی یکی از اون نمونه هایی که قبلا استخراج شده بود و تست رو روش میذاشتیم نتیجه میداد رو گذاشتیم. توی یک ران که گذاشتیم نتیجه گرفت، تو ران دوم نتیجه نداد، یعنی رو همون نمونه مثبتمون هم دیگه نتیجه نمیداد. پس ما کنترل مثبت رو باید بذاریم که ببینیم آیا مشکل از نمونه هامونه یا مشکل از واکنش. وقتی نتیجه نداد به این نتیجه رسیدیم که اون مستر میکس جدیدی که داریم استفاده میکنیم، چون لات نامبرش متفاوت بود، دیگه اون بازدهی که مستر میکس قبلی داشته رو نداره. پس اول اومدیم مستر میکس رو سعی کردیم عوض کنیم و مستر میکس های مختلف رو تست کردیم، دیدیم که حالا مثلا با یه مستر میکسی به نسبت
چون اون لات نامبر قبلی در دسترس نبود. همون جدیده رو اومدیم بین دو تا مستر میکس جدید بررسی کردیم، یکیشو انتخاب کردیم که نتیجه بهتری. باز هم نتیجهمون موثر نبود، یعنی حالا اون کنترل مثبت یه خورده میومد بالا، ولی دیگه اون نمونه های اصلیمون بالا نمیومد. اومدیم نگاه کردیم ببینیم تفاوتی که بین این نمونه ها با نمونه های قبلی وجود دارن چی، چون ما پرایمرامون از قبل طراحی شده بودن دیگه، یعنی دوتا واکنش پرایمر یکسان داشتن. اومدیم براشون گفتیم که خب اودیای 260 به 230 شون با هم دیگه تفاوت دارن و روی استخراج RNA اومدیم تغییر ایجاد کردیم، یعنی RNA همون رو 2 بار 3 بار دیگه استخراج کردیم تا به یه RNA مناسب برسیم. مقدار cDNA همون رو هم قبلا رو 2000 نانوگرم داشتیم در واقع سنتز رو انجام میدادیم، اینجا 1000 نانوگرمش کردیم و واکنش رو انجام دادیم. بعد از این واکنش دوباره ستاپ شد، یعنی ریل تایم ما ستاپ شد. پس اینجوری نیست که بگم شما این رو بدونین مشکلتون حل میشه. شما باید متناسب با اون مشکلی که دارین خودتون بیاید کنترل ستاپ کنین، بررسی کنین و ببینین که آیا مشکل شما با این روش حل میشه یا نه. یعنی یه خورده ابداع هم لازم داره. خسته نباشید. خیلی ممنون که تو این دوره همراه من بودین. امیدوارم که موفق باشین. خدا نگهدار.